اردی بوستون چند سمه؟ 185 سومون. باز همین نرخ یار چنده؟ در اینترنت تو 200 بازی نرخ نوای همین پرودکت را میپرسیم. ای روغن سر که ارد، روغن، نخود، برنج همه را میپرسیم. 60 سومون 60 سومون است. ما در بازار نوعی فرفوریم. حضور نرخ نوای پرودکت را با شما معلوم میکنیم. همه نرخ نوایش را میپرسیم. این روغن چند شید؟ 35 سومون روغنی که الیونکا چند لیتره؟ 3 لیتر. 5 لیترش چنده؟ 60 سومون 60 سومون است. های بای هر نمون مارک داره. اکلش با اون مارک نموش دیگه کنیشه. نرخی برین چند شید؟ 8 سومون نفت چی؟ 8 سومون. ارد اکسیم های همه چیزی ضرور روزی ارده. نرخ ارد آیم سنتی بیون. اردی بوستون چند سمه؟ 185 سومون. باز همین نرخ یار چنده؟ در اینترنت تو 200 تو یا 190 نرخ دوره اردو. خیلی با این مکرون هست. مکرون چنده؟ 30 سومون هیا رو میچه 6 کیلوه؟ 5 کیلوه. خیلی نبایست تون میخید؟ خیلی جا دانی نبردارو هم فقط میوه بوزی؟ سیو چند شده که کیلو؟ 4 سومون 7 سومون کیلوی سیو. انار چی؟ 12 سومون انار کیلوش. با چطور هایی کیلو کارچکا 2 سومون هم ولی چیزی آزان دوست فقط کارچکا میخید رفتن 2 سومون های برادر رو. پیاز چی؟ 1 سومون پیاز های باید نه 24 سومون 24 سومون و 27 سومون. من اکتازی نرخی کیلوی اردن برسیم. 1 کیلوش چند سومه؟ اینا دو ده 1 کیلوش 4 سومون. اینا اردی دیم هایم یکم دیم فرد دوره بو دیم سیونی خیلی گفتن که باردارو اگر ارده کروشن نمره ببوجون تاش چنده نمره؟ تاش نمی نایسن تای چی ده؟ نه 108 28 90 در نوعی فرخور تمام نمودی ارد هست. های نه خیلی برادرو باز چیزی که در کار چون لوبی چند؟ کیلوی لوبی 10 سومون. خیلی با چیزی در کار شید حتما در کامنتر یاد نشتن لایک کنید ویدیو را پدید ساختین تا ویدیوی اون را خدا نگهدار.